اصل 15 قانون اساسی به صراحت بر پاسداشت زبان فارسی تأکید داره. فراتر از متن قانون و مقررات، زبان فارسی عامل اتحاد ایرانیان و منتقل کننده فرهنگ هم هست. حالا که پاسداشت زبان فارسی هم از نظر قانونی و هم به لحاظ هویتی و فرهنگی ضروریه، چرا باید واژگان بیگانه رو به کار ببریم؟ یکی از خودروهایی که در اون حادثه بود ایربگش باز نشده. ما میتونیم قطعات رو ساپورت کنیم، زمین بسازیم. سندروم انتقال خون دوقلوها از اختلالات بارداری ترجیح ما بیشتر به صورت جنرال هست که مریض حرکت اضافه‌ای نکنه. رنگ‌های من کهن هست ولی تکنیکم مدرنه. یک طوری من تونستم با این تکنیک بیام. تا شب عید در فاز اول روزانه برای شهر تهران یه تمهیدی شد. لزوم برقراری بحث پروژه‌های آبرسانی که متأسفانه نزدیک به 10 میلیون دوز بوستر در سراسر کشور تزریق شده است. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.